این گروه در آتش دوزخ خواهند سوخت، زیرا قرآن کریم آنها را لعنت کرده است. پیامبر خدا فرمودند چی بسا کسانی که قرآن می‌خوانند ولی قرآن کریم آنها را لعنت می‌کند. میشری راشید al-Afosi نسبت به نسل کشی در غزه سکوت کرد. نسبت به سوزاندن قرآن کریم خاموش ماند. با پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای مسلمان اعتراض نکرد و به جنایت‌های اسرائیل رنگ دینی داده و برای پیروزی آنها دعا می‌کند. همه او را با صدای زیبایش می‌شناسند. اما امروز در جانبداری از اسرائیل سرود می‌خواند و ایران را تنقید می‌کند. ایرانی که حدود 50 سال است از مردم مظلوم فلسطین حمایت کرده است. میشری تنها نیست. پشت سر او یک جریان بزرگ قرار دارد. جریانی که وقتی نام اسرائیل و امریکا می آید سکوت می‌کند، اما برای ستایش پادشاهان فریاد می‌زند. با دشمنان اسلام دوستی دارد و در لباس دین به اسلام ضربه می‌زند. پروردگارا ما را به راه راست هدایت فرما، راهی کسانی که به آنها نعمت داده ای، نه آنان که مورد خشم تو قرار گرفتند و نه گمراهان.